بسم الله الرحمن الرحیم. در تداوم سیاست‌های اقتصاد محور امارت اسلامی افغانستان و به منظور تحکیم و گسترش روابط اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، سرمایه‌گذاری میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه مخصوصاً ازبکستان و جهت بازاریابی به محصولات و تولیدات کشور در بازارهای خارجی، فراهم آوری امکانات لازم برای سکتور خصوصی و تقویت فعالیت تجاری در خارج از کشور، وزارت صنعت تجارت نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانستان را به تاریخ 2 جولای سال 2024 میلادی مطابق به 12 سرطان سال 1403 هجری شمسی در شهر تاشکند کشور ازبکستان دایر می نماید. در این برنامه 250 تن از صنعتکاران و تاجران کشور، قالین، صنایع دستی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، میوه خشک، نوشابه‌های غیر الکلی، دیگ بخار و سایر محصولات و تولیدات خویش را با مدت 3 روز به نمایش می‌گذارند. همچنان قابل یادآوری است که کنفرانس تواصل تجاری و گفتمان‌های دوجانبه خصوصی در حاشیه این نمایشگاه نیز برگزار خواهد شد. بنابراین به اطلاع هموطنان عزیز ما در کشور ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه رسانیده می شود که با استفاده از این فرصت آنها نیز می توانند در معرفی و فروش محصولات و تولیدات کشورشان نقش تاجران محلی را ایفا نمایند.